قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. صلوات النبی بفرمایید. بهره بردیم از صلوات بسیار جذاب و دلنشین قاری بزرگوار قاری محمد اکبر موسی‌خوانی. اما در این بخش از برنامه ها در خدمت اولین سخنران خواهیم بود استاد تفسیر و حدیث دارالعلوم زاهدان و معاونت محترم آموزشی دارالعلوم جناب استاد مولانا عبدالغنی بدری حفظه الله تعالی. استقبال بفرمایید با 100 ختم صلواتی غرا بر محمد و آل اصحابش. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال سبحانه وتعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حضار گرامی، برادران مؤمن،
و ارزشمند پیشا پیش این عید سعید را، این عید بزرگ مسلمانان را، عید اضحی یا عید قربان را خدمت همه شما مؤمنان خداجو تبریک و تهنیت عرض می کنم. الله عز و جل تمامی طاعات را، عبادات را، نماز را، عباداتی که در این عشره انجام گرفته، قربانی را که امروز بزرگترین عمل محبوب پیش خدای عز و جل قربانی هست و ریختن خون برای رضای الله هست، الله عز و جل همه اینها را قبول بفرماید و رب سبحانه و تعالی به همه من و شما استقامت در دین و استقامت بر طاعت و بندگی نصیب بفرماید. اونچه که در رابطه با موضوع روز هست و مسائل قربانی و ایثارگری سیدنا ابراهیم علیه السلام و فرزند رشیدشون سیدنا اسماعیل علیه السلام، در اون رابطه قطعا حضرت شیخ حفظه الله صحبت خواهند فرمود. من یه آیه مختصری خواندم که این آیه را اگر ما دقت بکنیم و توجه بکنیم، بسیاری از سوالاتی که ما داریم در ذهن خودمون و بسیاری از مشکلاتی که ما به دنبال حل اون مشکلات هستیم خود به خود حل می شود و راه حل در واقع در این آیات بیان شده. عزیزان، اون چیزی که همه انسان ها امروز از او می نالند، شکایت دارند، می رنجند و صحبت هر محفل و هر جلسه ای هست، انواع مصائب، انواع آفات، انواع بلاها، انواع مشکلات که انسانها دارند تحمل می کنند. با وجودی که دنیا از نظر مادی پیشرفت کرده، از نظر تکنولوژی خیلی به پیش رفتیم، به اندازه‌ای که گذشتگان ما در خوابشون نمیدیدند اون چیزی که ما امروز داریم، امکاناتی که امروز الله عزوجل به ما عنایت فرموده، رفاهیاتی که ما از اونها استفاده میکنیم، مادیاتی که رب سبحانه و تعالی در اختیار ما گذاشته، گذشتگان عرض کردم به هیچ صورت اینها را نداشتند. عزیزان یادداشتی دادن قبل از اینکه من به صحبتم ادامه بدهم، با توجه به اینکه جمع‌آوری امروز اختصاص به مسجد دارد، مسجد جامع مکی، این نگین شهر شما و مسجدی که سالها آرزو داریم در حیات خودمون و در زندگی خودمون این پروژه تکمیل بشه و همه ما انشاءالله اونجا نماز بخونیم. امروز جمع‌آوری برای مسجد هست و کارتخانها را از همکنون عزیزان انتظامات خدمت شما می آورند و عزیزان ضمن اینکه به صحبت‌های شکسته گوش می کنند، کمک‌های خودشون را انشاءالله از مسجد دریغ نفرمایند و تا جایی که الله عزوجل به شما توفیق داده و تا جایی که برای شما ممکن هست انشاءالله امروز دست یاری را به مسجد خودتون که از یک طرفی بزرگترین عبادت خانه ما هست در این شهر و از یک طرفی عزت و آبروی ماست، انشاءالله کمک های خودتون را به این مسجد داشته باشید. الله عزوجل در جان شما، مال شما، اعمال شما، اولاد شما برکت عنایت بفرماید. عزیزان عرض می کردم که مشکلات روز به روز بیشتر میشه، اما انسان متوجه نیست که دلیل مشکلات چیه. ما برای حل مشکلات خودمون
متوسل به اسباب مادی هستیم، متوسل به ابزاری هستیم که خودمون درست کردیم، متوسل هستیم به تکنولوژی که به ظاهر ساخته و پرداخته خود ما هست و فکر میکنیم با اینها مشکل ما حل میشه. هرچی که نیروهای امنیتی بیشتر میشند، هرچی که ما سعی میکنیم جلوگیری بکنیم از جرائم، هرچی که نیروهای پلیس اضافه میشه، به هر اندازه که دوربین های مخفی بیشتر به کار برده میشه، میبینیم جرائم بیشتر میشه، جنایات بیشتر هست، قتل و خونریزی بیشتر هست. هر اندازه که مراکز بهداری، مراکز درمانی، مراکز بیمارستانی بیشتر میشه، انواع مریضی ها، انواع بلاها، انواع گرفتاری ها، انواع مصیبت ها، امراضی می آید مثل کرونا که دنیا از درمانش درمانده میشه، عاجز میشه و دستش به جایی نمیرسه، تا جایی که رؤسای جمهور بعضی از کشورهایی که ما فکر میکنیم اصلا به خدا ایمان ندارند، اما به ملت خودشون توصیه میکنند که هیچ کاری از دست ما ساخته نیست. در همون ایام کرونا شاید یادتون هست که آقای ترامپ که رئیس جمهور گذشته امریکا بود، وقتی که مرگ و میر در امریکا بیش از حد شد، گفت مردم روز یک شنبه برید کلیسا دعا بکنید که جلوگیری این کرونا بشه. گویا عاجز شدند، تمام این مراکز پیشرفته درمانی عاجز شدند. عزیزان، این قدرت الله عزوجل است. الله تعالی داره نشان میده که اگر میخواهید مشکلاتتون حل بشه، اگر میخواهید که مصیبت ها برطرف بشه، اگر میخواهید که دنیا گهواره امن و امان بشه، دنیا تبدیل به گلستانی برای شما بشه، تنها راه اون راهی هست که من رب العالمین پیشنهاد میکنم. عزیزان من، انسان خودش، وجود انسان یک عالمی هست، یک دنیایی هست. همون اندازه که شما میبینید این دنیا وسیع هست، در انسان یک تکه گوشت کوچولویی هست به نام قلب که در اون به اندازه تمام این دنیا وسیع هست و خیلی دور می اندیشد. بقیه مخلوقات چنین نیستند. حیوانات را ببینید، گوسفندان را ببینید، اونها فقط مطمع نظرشون همین علفی هست که جلوشون هست، بیشتر از اون به چیزی دیگه فکر نمی کنن. اما انسان اینجا هست، انسان به کره ماه فکر میکنه، به کره مریخ فکر میکنه. انسان دلش میخواد که بر و بحر را در تصرف داشته باشه، فضا و هوا را در اختیار داشته باشه. در این قلبی کوچیکی که انسان دارد، چه آمالی، چه امیدهایی، چه آرزوهایی، چه تمناهایی در درون انسان هست. انسان معلوم میشه که یک موجود عجیبی هست و این انسان عزیزان باید کنترل بشه. چگونه کنترل بشه؟ کنترلش را همان گونه که رب العالمین فرموده: الا یعلم من خلق. آیا اون ذاتی که این انسان را آفریده، اون ذاتی که این انسان را خلق کرده، اون ذات نمیدوند؟ اون راهکار بلد است، او میدوند که انسان باید چطور اصلاح بشه. او میدوند و هو اللطیف الخبیر. الله میفرماید لطائف را، باریکی ها را، ظرافت ها را، تمام را او میداند. او تیزبین هست، او همه چیز را میداند، او خبیر هست. لذا راه حل را، راه مشکل را بیایید از الله عزوجل بپرسید و حاکم خودتون الله را قرار بدید. بر این قلبی که ما داریم نگذاریم که بر قلب ما معده حکومت بکند، بر قلب ما خواهشات نفس حکومت بکند، بر قلب ما حب جاه حکومت بکند، حب مال حکومت بکند. عزیزان میبینی وقتی که معده حکومت میکند، انسان آماده میشه که به خاطر معده خودش شکم فرزند یتیم را پاره بکند و مال او را بالا بکشد تا خودش سیر بشه.
وقتی که بر قلب ما مال حکومت می-کند و حب مال حکومت می-کند، ما آماده میشیم که برای حصول مال دست به هر کاری بزنیم، ولو اینکه خون یک انسانی به ناحق ریخته بشه، ولو اینکه یک انسانی آبروش بره و مثل یک جنسی اون را تو گونی بکنیم و گروگان ببریم. وقتی که این حب مال در قلب باشه، انسان برای این مال آماده میشه که هر جنایتی بکنه. وقتی که بر انسان خواهشات نفس و بر انسان هوای نفس حکومت میکند، انسان دست به هر جنایتی میزند. میبینید امروز در دنیایی که ما قرار داریم، در این دنیا چه خبر است، وضعیت چگونه هست. لذا عزیزان بیاین، زمان خراب نشده. مردم میگن زمانه خراب شده. نه خیر، زمانه خراب نشده، زمانه همون زمانه هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم میفرماید لا تسبوا الدهر. مردم عموما تقصیر را به گردن این و اون میندازند. بعضی میگن زمان خراب شده، بعضی میگه خدا برکت را برداشته، بعضی میگه فلان مسئله هست. هر چیزی به یک طرفی اشاره میکند. اما عزیزان، وقتی که ما به تاریخ گذشته نگاه میکنیم و بهتر است که گذشته را از نگاه قرآن ما نگاه بکنیم، قرآن همین بیان میفرماید که هرگاه انسان اصلاح شد، هرگاه انسان درست شد، هرگاه اون قلبی که در واقع حاکم اصلی در درون اون قلب است، اون قلب درست شد، انسان اصلاح میشه، خود به خود زمان اصلاح میشه، ماحول اصلاح میشه، همه چیز درست میشه. اما وقتی که اون مشکل داشته باشد، اون وقتی که فاسد باشد، بر اساس فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم که الا ان فی الجسد لمضغه، در این جسد تک گوشتی هست که اذا صلحت صلح الجسد كله. وقتی که اون اصلاح بشه تمام جسد اصلاح هست، وقتی که اون فاسد میشه تمام جسد فاسد هست. وقتی که بر اون هوای نفس حکومت میکند، همونطور که ابتدا عرض کردم، انسان دست به هر کار حرام میزند، انسان هر شهوتی را انجام میداد. وقتی که بر اون حب مال و حب دنیا به صورت افراط بر اون غالب بشه و بر اون حکومت بکند، اون وقت انسان نه حلال میشناسد، نه حرام میشناسد، نه مال خود میشناسد، نه مال غیر میشناسد، نه دستور الله سرش میشه که ربا نخورید، رشوه نخورید، حرام نخورید. لذا این انسان دست به هر کاری میزند، اصلش اون قلبه. شما من مثالی عرض میکنم، ببینید انسان وقتی که در قلبش هر صفتی باشد، اعضا و جوارح مثل اون میشه. اگر در قلب مثلا سخاوتمندی باشد، انسان سخی باشد، دست و پایش خوب کار میکند، داد و دهشش زیاد میشه، انسان به هر کس میده. وقتی که در قلب بخل باشد و در قلب عرض کنن که بخیلی باشد، انسان دستش باز نمیشه، شکلاتی و عرض کنم که نقلی هم از او کسی نمیبیند. وقتی که در قلب شجاعت باشد، این انسان پروا ندارد، تا مرگ هم پیش میره، هیچ پروایی ندارد. اما وقتی که در قلب جبن باشد، بزدلی باشد، ترس باشد، این انسان خود به خود دست و پایش میلرزه. پس اصل قلب عزیزان، به قلب توجه بکنیم. و انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات وقتی که آمدن هم به قلب نگاه کردن. لذا اون چی که در دنیا هست، مشکلاتی که ما داریم، همه به خود ما برمیگرده، همه به قلوب ما برمیگرده، همه به عملکرد ما برمیگرده. الله عزوجل میفرماید ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. در خشکی و دریا، در تمام عالم اگر فساد هست، به سبب عملکرد انسان هاست. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبتی برای شما پیش میاد، هر اتفاقی برای شما پیش میاد، به سبب عملکرد خودتون هست. و الله میفرماید و یعفو عن کثیر، خیلی ها را خدا نادیده میگیرد. رب العالمین تسامح میفرماید، رب العالمین معاف میفرماید، برای هر چیزی شما را مؤاخذه نمی کند. لذا عزیزان، بقیه چیزها خاصیتشون را از دست ندادند. چرا؟ اعمال خاصیتشون را از دست دادند. زمین را شما ببینید 1400 سال پیش، 2000 سال پیش،
3000 سال پیش این زمین هر خاصیتی داشت همون خاصیت را امروز دارد. اگر در این زمین گندم بکاری گندم میروید، اگر جو بکاری جو میروید، اگر چیزی دیگه بکاری همین میروید. چرا این قلب وقتی که در این قلب انسان بر این قلب کار بکند این چرا اون نتیجه را داشته نباشد؟ قطعا این همون نتیجه را دارد. اگر ما بر زمین قلب و بر کشتزار قلب همون چیزی را بکاریم که قرآن فرموده، سنت فرموده، تعلیمات انبیاء علیهم السلام است، اون وقت در این انسان طلا میشه، این انسان ارزشمند میشه، این انسان بهایش ارزشش از ملائکه هم بیشتر میشه، این انسان به اون جایگاهی میرسه که ملائکه هم به اون جایگاه نمیرسن. اصلش اینه عزیزان که بر این قلب باید و بر انسان کار کرد. عرض کردم انبیا از همین جا آغاز کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم را ببینید، وقتی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم بر صحابه کار کردند و بر صحابه زحمت کشیدند، این صحابه‌ای که در گذشته اینها جزء اونها را در کتاب‌ها میگویند جهلای عرب، عقب ماندگان، پسماندگان، انسان‌های غیر متمدن، انسان‌های عقب مانده، در کتاب‌ها هنوز هم وقتی که یاد میشه از زمانی که قبل از بعثت رسول الله است، میگن زمان جاهلیت، دور جاهلیت همه نوع جنایت ها فراوان بود، هیچ نشانی از انسانیت نبود. اما وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و بر قلب کار کرد، رسول الله آمدن و اصلاح فرمودن، همون دور جاهلیت را امروز ما یاد میکنیم به خیر القرون، به بهترین قرنها، به بهترین زمانها. اون زمان امروز به عنوان یک تاریخ طلایی و ارزشمندی برای ما مسلمانان است. امروز صحابه الگو هستند، قرآن هم اونها را الگو ذکر میکنه. اونها از کجا به کجا رسیدن عزیزان؟ به برکت همین تعلیم بود، به برکت اصلاح بود، اصلاح درون بود، اصلاح قلب بود، اصلاح اعمال بود. فرصت نیست که از واقعات قبل از اسلام و قبل از ایمان و قبل از اصلاح صحابه و بعد از اصلاح بگیم که اونها از کجا به کجا رسیدن. فقط مختصر همینه که شما شنیدید، خوندید، مطالعه فرمودید که قبل از اسلام به خاطر هر چیزی هم دیگر را میکشتن، به خاطر مادیات، به خاطر مال، به خاطر پست، به خاطر نام، به خاطر نفس، چه جنایت هایی که انجام نمی گرفت. اما بعد از ایمان، بعد از حکومت قرآن، بعد از حکومت ایمان، بعد از حکومت اسلام بر قلبهایشون میبینیم که سبحان الله صحابه چه تغییری کردن. به تعبیر بعضی ها فرشته های روی زمین شدن، یک لیوان آب را در آخرین لحظات این به اون ایثار میکنه، اون به اون ایثار میکنه، تا اینکه دم میدن، تا اینکه جان میدن و به اون لیوان آب نمیرسن، به اون جرعه آب نمیرسن. وقتی که نیاز به مال میشه تمام مال را در راه الله تقدیم میکنه، نصف مال را تقدیم میکنه. وقتی که نیاز به جان میشه در راه الله عزوجل میگه من تا این خرماها را بخورم دیر میشه، خرماها را میندازه و جان به جان آفرین تسلیم میکنه. عزیزان این رشادت ها، این دلاور مردی ها، این ایثار، این از خودگذشتگی ها، این حب الله و حب رسول الله صلی الله علیه و سلم و خلاصه بگم این اصلاح و این تزکیه که امروز قرآن صحابه را به عنوان الگو یاد میکند. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا. یعنی ای مؤمنین، ای شاگردان رسول الله، اگر بقیه مردم، اگر این یهود و نصارا که دم از اهل کتاب میزنن، اگر ایمانشون مثل ایمان شما باشد، اگر اعمالشون مثل اعمال شما باشد، فقد اهتدوا، اون وقت هدایت میشن. معلوم میشه که اصل این اصلاح هست که قرآن پیش میکنه، الله عزوجل پیش میکنه. عرض کردم الله عالمتر است، الا یعلم من خلق. الله نسبت به مخلوق خودش بهتر میدوند که این اصلاحش با چی هست. بقیه مادیات، رفاهیات، تکنولوژی، پیشرفت، اینا همه نیاز ما هستند، اما وسیله پیشرفت ما نیستند. اون چیزی که ما را
به خدا میرساند، اون چیزی که ما را در دنیا و آخرت سربلند میکند فقط و فقط ایمان هست، تعلیمات قرآن و سنت هست، دستورات الهی هست. الله عزوجل همه من و شما را مؤمنان واقعی بگرداند و الله عزوجل اون خیری که برای بندگان خوبش در نظر دارد و در قرآن و سنت تشریحش آمده اون را به همه ما عنایت بفرماید. اقول قولی هذا و استغفر الله و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تکبیر. عید قربان که پس از وقوف در عرفات و مشعر و منا فرا میرسد، عید رهایی از تعلقات است، رهایی از آنچه که غیر خدایی است. در این روز اسماعیل وجود را، یعنی آنچه بدان دلبستگی دنیوی پیدا کردیم، قربانی کنیم تا سبکبار شویم. جا دارد مجددا فرارسیدن عید سید قربان را خدمت یکایک شما خوبان تبریک و تهنیت عرض بکنم. بیش از این مصدع اوقات نخواهم شد و همگی من گوش جان می سپاریم به بیانات فرزانه و دلسوزانه و حکیمانه پدر روحانی این جمع حضرت شیخ الاسلام حفظه الله تعالی. استقبال بفرمایید با 3 تکبیر قرار. تکبیر. یه یادآوری هم شده که از مردم متدین و شریف زاهدان تقاضا میشه با توجه به مشکلات اقتصادی حوزه دارالعلوم زاهدان و کمبود گوشت، مقداری از گوشت قربانی را برای طلاب دارالعلوم زاهدان اختصاص دهند. همچنین پوست‌های سالم آنچه که با پوست همراه است انشاءالله به حوزه دارالعلوم زاهدان تحویل بدهید. جزاکم الله خیر.